شکلاتای مستر بیست رسیدن. ازش باز شد تو دهنم. یس شکلات رسیدن. خیلی خوشگله بستش. البته یه کارتون ساده است، چیزی نیست. نکردن یه طوری بپیچن شکلات خراب نشن. آمازون از دیشب تا حالا منتظر اینم. با آمازون پرایم اینو سفارش دادم. پرایم اینطوره که یه روزه یا 2 روزه میرسونه بهت، ولی خب این یه روزه اومد. بریم باز کنیم ببینیم چیه. شکلات مستر بیست. اوه یس. چقدر کوچولو هن. این که این شکلات اصلیش اینه. بیشتر اینو میفروشه. کجا داره نشون میده؟ بیشتر داره اینو میفروشه. من فکر میکردم 3 تا باشه ولی 3 نوعه. اون نوع اصلی رو نداشتن، واسم یه نوع دیگه فرستادن و به جای اون یکی 2 تا فرستادن هر کدومو. یس بچه ها مستر بیست رو این پایین تک کنید. خودم تگش میکنم. 3 نوعه اوریجینال چاکلت، یکی مستر بیست کرانچ، بافت رایس، پینات باتر، اینم که همونه. این یه نوعش رو احتمالا نداشتن اینو فرستادن. سی سالت بوده که اینو فرستادن بجاش. چه بهتر بریم تستش کنیم. قرار بود که 3 نوع شکلات مختلف که یکیش 30 سالت بود، 30 سالت نمک دریایی بود برس، ولی انگار از اون نداشتن و به جاش اینو فرستادن و از هر کدوم از این یکی ها 2 تا دادن. بهتر بیشتر میتونم شکلات بخورم. میخوام تستشون کنم ولی نمیدونم از کدوم شروع کنم. بذار 2 تا رو بذارم کنار. شکلاتای مستر بیست باید درست رفتار کنم. میدونم از کدوم باید شروع کنم. یکیش نوشته اوریجینال چاکلت، شکلات اصل، اسم مستر بیست نگاه. نوشته میلک چاکلت و پینات باتر، کره بادوم زمینی، شکلات کره بادوم زمینیه. این یکی بافت رایس. از این میخوام شروع کنم. پشتش روش یه دونه چیز نوشته دوور. بریم تستش کنیم. مزهش باز شد تو دهنم. انگار که بیسکویت توشه. فهمیدم چیه. یه سری برنجا هستن، نونای برنجی که تو روغن پخته شدن و پف پفی هن. مثل اوناست، یعنی کاملا حس اونا رو میده، ولی واقعا خوشمزه است. مزه شکلاتش خیلی آشناست. مرسی مستر بیست. حالا این شکلات شکسته منو یاد یه چیزی میندازه. شما رو یاد چی میندازه؟ من یاد شکلات ارزون میندازه. به هر حال تو پست اومده ولی میخوام از این شروع کنم. بچه‌ها این موتور رویاهای من یه هیولای واقعی. واسه اینکه اینو بتونم بخرم سابسکرایب یادتون نره. مرسی. بریم ادامه ویدیو ببینیم. چقدر جالب. این یه تیکشو گذاشتن واسه اون رفیقای گرسنمون هستن، میگن یه تیکم بده من. اینو گذاشتن واسه اون نوشته شعر. اینقدر مال توه، بیشتر نه. پینات باتر همون کره بادوم زمینیه دیگه. وسطش کره بادوم زمینیه. خیلی خوبه. مزه کره بادوم زمینی میده دقیقاً. شکلات دورش رو گرفته. بیشتر بخورم. عالیه. خب بس میخوام خیلی بخورم چاپ. بالاخره نوبت این رسید. گفته اینجا رو باید اسکن کنید، جایزه داره. اینا هم دارن، باید اسکن کنی. اینا رو تار میکنم، شما اینا رو تار میبینید، نمیذارم کسی اسکنش کنه. البته خودم قبلش اسکن میکنم بعد ویدیو رو میذارم. مستر بیست اگه اینو میبینی سابسکرایب یادت نره. باز نمیشه، مشکلات تولیدی داری. بوی شکلات ساده میده. کاملا یه مزه آشنا داره. بذارید بگم چه مزه میده. دقیقاً یه شکلاتایی هستن که حالا من تو تبریز خوردم، نمیدونم جای دیگه باشه یا نه. هر سالا شاید مزهش فرق. تو شیرینی فروشی تو قنادی‌ها هست شکلاتایی هستن تو بسته‌های اینا چراغه. پلاستیکای روشنن، عکس حیوانن و فلان. دقیقاً همون مزه رو میده. دقیقاً من عاشق اونم، مخصوصا با چای. بخوام نظرمو راجع به این
شکلاتا بگم خیلی خوشمزه بودن. از همه بهترشون پینات باتر بود، کره بادوم زمینیش بود که اصولا من کره بادوم زمینی رو دوست دارم. یه دونه مشکل دارن، همشون خیلی شیرین بودن، حس میکردم خیلی قند دارن، خیلی شیرینن، گلوی آدمو میزنن. حتی من دیدید دیگه یه تیکه خوردم ولی گلومو زد. شاید مثلا اون نقطه‌ای که تولید میشه که آمریکاست اینطوری دوست دارن، شیرین دوست دارن. خوشمزه بودن، واقعا خوشمزه بودن، ارزششو داشت. مرسی که تا انتهای ویدیو نگاه کردید. بچه‌ها ممنون میشم اگه منو سابسکرایب کنید تا بتونم ویدیوهای بیشتری واسهتون بگیرم و محصولات بیشتری واسهتون بخرم و نمایش بدم. مرسی. لایک هم یادتون نره، یه کامنت هم بذارید. مرسی خداحافظ.